فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا تورنمنت ورزش فوتسال را میان 14 تیم به هدف رشد ورزش فوتسال و دوری از مخدرات میان جوانان در جمنازیوم ورزشی فردای بهتر در حصه دوم این ولایت برگزار کرد. تورنمنت بین 14 تیم از ولایت کاپیسا به نام جام اخوت در دو گروه به شکل لیگ برگزار شده که تاریخ امروز آغازش شما میبینید و تاریخ 15 سنبله انشالله در اختتامش اینجا دوستا تشریف خواهد آوردن. پیام ما با سایر ورزشکارا و سایر جوانان متشبثین تجارها بزرگها ملکهای مامی است که اینطور زحمت بکشن جوانا را جمع بکنن. آل رقابت‌های اینمی پیدا شده، رقابت‌های ورزشی. هدف از تأسیس از این جمنازیوم برای رشد جوانان ما که جوانان از معتاد و از مواد مخدر این چیزا بیایه به طرف ورزش رو بیاره. از سوی هم ورزشکاران برگزاری این رقابت‌ها را در تشویق جوانان به ورزش مهم خوانده و از مسئولان ورزشی خواستند تا در تداوم این گونه مسابقات میان جوانان تلاش نمایند. در رابطه با تورنمنتی که اینجا برگزار شده، یک تورنمنت خیلی خوب است. جوانا را رشد میده و دیگه جوانا از کارهای بیهوده مثلا از سیگرت، چرس، از این چیزا دوری میکنن. ورزش برای صحت و سلامتی خیلی مفید است. پیام به مسئولین است که ورزش را رشد بدن، ورزش را حمایت کنن، دیگه سرمایه گذاری در ورزش بکنن. با مدت 13 سال بیشتر میشه که فوتبال بازی میکنم و بسیار علاقه‌مند به فوتبال هستم. پیام به جوانایی است که امروز بسیار تابلت و چیزای نشاور استفاده میکنن از یا خودداری کنن با سوی ورزش رو بیارن که انشالله یک چیز صحیح است و باعث سلامتیشان میشه و انشالله ترقی و رشد میکنن. قابل یادآوری است که فوتسال در سالهای اخیر به یکی از ورزش‌های پرطرفدار میان جوانان در این ولایت تبدیل شده که هزاران تن مشغول این رشته ورزشی می باشند.